وایس ببینم کی گفته جواب بدی و باید با خوبی بدیم؟ مگه ماها نذر کردیم آدم خوبه داستان زندگی بقیه باشیم که هر وقت دلشون خواست بیان و بزنن و داغونمون کنن، بعد ما لبخند بزنیم بگیم اشکال نداره؟ نه قربونت برم، بعضی وقتا لازمه اون قدری که درد کشیدی جدی باشی، اون قدری که ضربه خوردی دور بشی. بعضی از آدما لیاقت خوبی من و تو رو ندارن. میدونی چرا؟ چون فکر میکنن مهربونی ضعفه. ما بلدیم خوب باشیم ولی نه واسه هر کسی. قرار نیست فرشته باشیم تو جهنم زندگی بقیه. قرار نیست هر کس لگدمون کرد زمینمون زد واسش فرش قرمز پهن کنیم که بعضیا تا تقاض کمبودهاشون رو از ما نگیرن، تا نفهمن زخمی که به همون زدن به مغز استخونمون رسیده یا نه بیخیال نمیشن. خوب بی تو خرج آدمایی کن که سرشون به تنشون میارزه، نه اونایی که پشت هر لبخند خنجرشون رو قایم کردن و هر بار دلتو خون کردن و گفتن شوخی کرد. از این آدما دور شو، از این آدما دور شو، از این آدما دور شو.